امروز جلسه اول دانش آموزان در ترم جدید هست. خب در حال حاضر ما تو ترم زمستون هستیم و جلسه اولی هست که دانش آموزان از ترم گذشته وارد مرحله جدید شدن. خب بنده باید به صورت تخصصی نظارت داشته باشم رو کنترل کیفی دانش آموزان. اینجا یه ذره باز کنم مسئله رو. ببینیم ما تو جلسه نهم ارزیابی داریم و جلسه اول شروع هر ترم نظارت داریم. این موضوع خیلی مهمه چون پرسش پاسخی از دانش آموزا من میپرسم به شخصه باعث میشه که بدونم تلرانس آموزشی بچه‌ها به چه صورتی شده. سلام بچه‌ها. خوبین؟ چی کار انجام میدیم؟ برد خیلی وحشتناک میکشیم. مدار. درسته؟ مدار چیه؟ مدار الیدی. یعنی مربی الان نیست و خودتون باید اینو ببینید، تحلیلش کنید بعد انجام بدید. بچه‌ها ترم قبل چطور بود؟ خوب بود؟ تو یاد گرفتی واقعا چیزی؟ چه چیزی یاد گرفتی؟ توضیح بدید من ببینم. خب جنگجو هوشمند و ساختی همه چی آماده بود وسیله؟ یا نه؟ نه خودمون زدیم بردشون خود طراحی کردی؟ ساخت پیازداری هم با خود شما بود؟ یعنی مونتاژش هم با شما بود دیگه؟ آره؟ طراحیش هم خود انجام دادی؟ جای نخریدی که؟